نوابسته از آن که در کجای قرار دارند، در کدام دولتی که قرار دارند، در کدام محیطی که هستند، وقتی نماز خودشان را یافتند و نماز می‌گذارند، چون یقین می‌دانند که نماز در وقتش فرض است. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنگامی که نماز را ادا کردید، پس الله را ایستاده و نشسته و به پهلوی خویش یاد کنید. پس چون از خوف امین شدید، نماز را برپا دارید. هر آینه یعنی خواندن نماز در وقت مقرر شده بر مسلمان ها فرض است. اگر چنده ادای ذکر بعد هر نماز مشروع است و مرغوب، لیکن الله تعالی بار دیگر همچو تاکید امر کرده است که چون شما نماز خوف را ادا نمودید، خواه ایستاده باشید، خواه نشسته، خواه به پهلو خوابیده، در جمعی حالتها، حتی در حالت جنگ هم ذکر الله را بسیار گوید، شاید که الله شما را بر دشمنان پیروز گرداند. چون شما از دشمن امین شدید و خوف و خطر از دل شما دور شد، نمازها را در وقتهای خود همچنانه که با رکوع، سجود و خشوع خضوع واجب شده است ادا کنید. زیرا الله تعالی نماز را برای بندگان خود، خواه در سفر باشد، خواه در مقیم بودن یا در حالت خوف یا امینی، در وقتهای معلوم و معین فرض گردانیده است. تأخیر آنها از وقتشان به عذر درست نیست. عذر چیست؟ عذر همچو در خواب ماندن یا فراموش کردن نماز یا بیهوشی و یا غیره. ابن مسعود رضی الله عنه و ابن عباس رضی الله عنه گفتند وقت نماز هم مثل وقت حج است که در غیر وقت ادای این دو جایز نیست. این مردم نوابسته از آن که در کجای قرار دارند، در کدام دولتی که قرار دارند، در کدام محیطی که هستند، وقتی نماز خودشان را یافتند و نماز می‌گذارند، چون یقین می‌دانند که نماز در وقتش فرض است.